من میخوام بهتون یاد بدم چطور پنچه درست کنید. من همه اندازه ها رو با این لیوان گرفتم. تا تخمه مرغ رو میریزیم میستونیم اینجا. اینجا نه، اینجا. چی شد؟ میدی تو چقدر قوی هستی، خیلی قوی تو. چقدر قوی. حالا گیرش سه چون والی. بعد حالا خوب هم میزنیم با هم میزن. بچه ها بعد خوب هم تا این ستلی بسه. بعدش حالا چیزا آقای آبتی لاغم هم مست میریزیم. حالا چاچالی سیل میریزیم سامل. این یه چی لیوانم داداسی میریزه. بریز آفن داداسی با هم میزنیم. حالا خوب هم میزنیم. کم آلدو اضافه میکنیم. حالا به تیم پول آلدو میریزیم و با همزن هم میزنیم. با همزن همش میزنیم. بچه یادم رفته بود بهتون بدم 6 تا لیوان رو علت میریزیم. یا باله نم 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 نم. سانتینه ولی بچه حالا مرحله آخر. یه آسخ دو آسخ 15 تا 4 تا داریم برای خوشمزه کردنش. دومیش داداشم. آروم بریم. بچه حالا خوب هم میزنیم و تیتمون هم حاضر میشه. من اینو حالا باباتمون حاضره. وقت ستره بریم سرخش کنیم. اخدون پنکیکه تکرویه خوشبسته فتوله دنیا سیاره بچه ها سلام دوباره. ما آمدیم پیش داست پسیت حاضر کنیم با شوره های خیلی چرب و با پنکیک قهوه‌ای. بچه ها من الان با شوره های چرب میذاریم با تابم داغ بشه به چپ پنکیک ها رو بزنیم. بچه ها الان جلبی رو میچم خود ببینید چطور. الان جلبی رو میذارم پیش ماهدام همونجا ببینید چطور سرخ میکنم. و میباریم تو ماهدامه تا سرخ بشه. حالا میخواد داداشی بریز آفرین. حالا همینجور ادامه میدیم پنچه تا سرخ میشه. براتون ادامه میدیم. نتیجه رو براتون میذاریم. ببین وقتی پنچه چمون حباب در اومد یعنی حاضر شده. بعد بچخونیم اون طرف سبخته بشه. ما به طورت مامانم داد و سبخ خودم هم تی پنچه چه خواست درست کردیم. بیدم نتیجه است. عالیه